برای نصب در بازکن ریموتی داخل پنل آیفون ابتدا دو سیم مثبت و منفی 12 ولت آداپتور آیفون رو پیدا می‌کنی که من اینجا پیدا کردم، سیم مشکی و سیم قرمز. برای اطمینان بیشتر یه ولت گیری هم می‌کنم که مثبت و منفیش جابجا نباشه. بله 15 ولت خروجی بدون بارش هست که معروفه به 12. بعد از اون دو سیم ایسی که به قفل در وصل میشه رو پیدا می‌کنم. همونطور که می‌بینید اینجا دو تا سیم ما یکیش مستقیما وصل به سیم قفل پشت در و یکی دیگه وارد ساختمان شده و به شاسی پنل داخل ساختمان برای باز کردن در وصل. برای نصب در بازکن ریموتی ابتدا دو سیم تغذیه اون مثبت منفی 12 رو به مثبت منفی 12 ولت آیفون که پیدا کردیم وصل می‌کنیم. بعد از وصل سیم‌های تغذیه نوبت به سیم‌های رله در بازکن ریموتی میرسه که اینجا به رنگ قهوه‌ایه. برای همین ما این را بین دو تا سیم شاسی که از داخل ساختمان اومده قرار میدیم، یعنی این دو قسم. همینطور که ملاحظه میکنید دو سیم رله را اگر من اینجا اتصال کوتاه کنم قفل در عمل رو بکنم.